أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسات قبل من درباره احرام که یکی از ارکان حج بود مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و این مطلب رو یادآوری کردم که احرام به معنی ممنوعیت هست، یعنی اعمالی که قبل از نیت حج و قبل از احرام برای حاجی حلال و مباح بودند، با این نیت و با آغاز احرام در واقع ممنوع شمرده می شوند. در جلسه امروز انشاءالله می پردازیم به این مواردی که در هنگام احرام برای محرم و برای حاجی در واقع ممنوع هستند. یکی از معروفترین محظورات و ممنوعات احرام پوشیدن لباس دوخته شده هست که در فقه اسلامی به عنوان مخیط یا لبس مخیط مطرح هست، یعنی لباسی که دوخته شده. منتها در این زمینه باید توجه داشت که هدف و منظور از لباس دوخته شده این نیست که لباسی که در آن نخ به کار برده شده باشد یا دو تکه پارچه را به هم وصله کرده باشند و دوخته باشند، بلکه هدف از لباس دوخته شده لباسی هست که به اندازه بدن و سایز بدن در واقع دوخته شده باشد. مثلا آستینی داشته باشد که به عنوان پیراهن یا لباس زیر یا شلوار یا موارد دیگر که پوشیده می شوند باشد. منظور این نیست که دو تکه پارچه را به هم نباید دوخته باشند. این جزء محظورات نیست. محظورات فقط لباسهایی هست که در واقع به اندازه بدن هست و انسان از اونها استفاده می کند. در این زمینه روایتی هست، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کرده و میگوید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که محرم یا حاجی در حالت احرام چه لباسی را باید بپوشد و مجاز هست که اون لباس ها را استفاده بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخفاف، که شخص محرم نباید پیراهن یا عمامه، شلوار یا کلاه و خف و موزه یا همون جوراب را بپوشاند. اینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم جزء موارد ممنوعه برشمردند و در ادامه فرمودند الا احد لا یجد نعلین فلیلبس خفین، مگر انسانی که نعل یعنی کفش پیدا نکرده و مجبور هست که موزه بپوشد، خف بپوشد، الان چه کار بکند؟ ولیقطعهما اسفل من الکعبین، این خف را و موزه را قبل از کعبین و استخوان برآمده دو طرف پا از زیر این در واقع قطع بکند و این کفش ها را و این خف و موزه را به عنوان کفش بپوشد. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس،
فرمودند که لباسی که به آن زعفران اصابت کرده، یعنی یک نوع عطری به آن اصابت کرده، چون این لباسی رو در واقع شما نپوشید. پس بنابراین پوشیدن لباس دوخته شده که به اندازه اعضای بدن هست یکی از محرمات هست و محظورات احرام. و یکی دیگر از موارد که ممنوع هست استفاده کردن از عطر هست، اهم از این که این عطر بر بدن انسان زده بشود یا بر لباس انسان، حتی ولو این که انسانی فوت کرده باشد در حالت احرام. در روایات داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که ما اجازه نیستیم حتی بعد از مرگ حاجی و بعد از مرگ محرم بر بدنش یا کفنش در واقع عطر و خوشبویی استفاده بکنیم. موردی اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک فردی در حالت احرام از دنیا رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فانه یبعث یوم القیامة ملبیا. هنگامی که این فرد را کفن کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تحنتوه، در واقع برایش خوشبویی استفاده نکنید و سرش را نپوشانید، زیرا که این شخص در روز قیامت در حالت تلبیه، یعنی تلبیه گویان، لبیک گویان در واقع از قبر برانگیخته می شود. پس بنابراین هم پوشیدن لباس ممنوع هست، هم از لباسی که به عنوان قمیص و شلوار باشد و لباسهایی که به عنوان لباس زیر هستند، دستکش و کلاه و جوراب، تمام اینها جزء محظورات هستند. و هم استعمال عطر، اهم از این که بر لباس باشد یا بر بدن محرم، هر دوتا در هنگام احرام جایز نیستند. و یکی دیگر از محظورات احرام زدودن موی بدن هست که به هیچ عنوان ما اجازه نداریم که در حالت احرام موی بدن خودمان را کوتاه بکنیم یا بتراشیم یا اینکه آن را بکنیم. الله متعال در این زمینه صراحتاً می‌فرماید ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. شما اجازه ندادید که در حالت احرام موهای خودتان را بتراشید. و در این زمینه حکم تراشیدن مو یا کوتاه کردن ناخن یا موارد دیگر و زدودن موی زائد بدن، تمام این حکم را دارد. پس بنابراین این هم یکی از محظورات احرام هست و ممنوع هست برای فرد محرم که این کارها را انجام بدهد. و همچنین پوشانیدن سر، انسان اجازه ندارد که در حالت احرام سر خودش را با کلاه یا با چادر یا با احرام بپوشاند. در تمامی این موارد حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که ایشان روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد را در واقع جزء محظورات احرام قرار دادند. و این اعمالی را که من خدمت شما برشمردم، اگر کسی این اعمال را انجام بدهد، مجازاتش یا فدیه این اعمال این است که یا این که 3 روز را روزه بگیرد، یا به 6 مسکین غذا بدهد، یا این که حیوانی را ذبح بکند. هر کدام از این موارد را که انجام داد، یا لباسی را پوشید، یا خوشبویی را استفاده کرد، یا موی از بدن خودش را یا ناخنی را در واقع چید و کوتاه کرد، تمام این موارد و همچنین پوشانیدن سر، این موارد مجازاتشون و فدیهشون 3 روز روزه یا 6 مسکین غذا دادن، یا این که ذبح حیوان و گوسفندی هست. الله متعال در این زمینه می‌فرماید فمن کان مریضا او به اذى من رأسی ففدیه من صیام او صدقه او نسک. درباره یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که مجبور بود که سر خودش را بتراشد، این آیه نازل شد که الله متعال می‌فرماید که هر کسی که بیمار بود یا این که مجبور بود در یک نوع بیماری را داشت در سرش که مجبور بود سر خود را بتراشد، جوابش و فدیه‌ای که باید بدهد یا فدیه از صیام باشد، 3 روز روزه باشد، یا صدقه دادن یعنی 6 مسکین را غذا بدهد، یا این که حیوانی را و گوسفندی را در این زمینه باید ذبح بکند. و همچنین یکی از محرمات و ممنوعات و محظورات احرام قتل صید هست، کشتن و
در واقع شکار کردن صید و شکار ممنوع هست. الله متعال در این زمینه صراحتاً می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در هنگام احرام شما اجازه ندارید که حیوانی را در واقع شکار بکنید. و همچنین یکی از ممنوعات احرام جماع هست، همبستری، و مقدمات جماع اهم از نکاح کردن یا حتی خطبه نکاح خواندن، اینها جز ممنوعات هست. الله متعال صراحتاً در این زمینه می‌فرماید الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ماه‌های حج مشخص هستند، هر کسی که احرام بست به حج در این ماه‌ها فلا رفث، بس اجازه ندارد با همسر خودش هم بستری بکند، ولا فسوق، گناه و معصیت رو نباید انجام بدهد، ولا جدال، نباید در هنگام احرام و در حالت احرام نباید با کسی درگیر بشود. و این جماع و همبستری در هنگام احرام این باعث می شود که حج انسان در واقع فاسد بشود. ولکن همراه با این که حجش فاسد شده، از نظر شرعی باید این حج را کامل بکند. این حج پذیرفته نیست، زیرا که در حالت احرام جماع و همبستری کرده، اما با عنوان یک مجازات و یک عقوبت شرعی باید اعمال حج را به پایان برساند و سال دیگر باز هم باید حج بکنند. این حجشون در واقع پذیرفته شده نیست و اضافه بر این یک فدیه، یک شتری رو هم باید در این زمینه ذبح بکنند. اینها مجموعی هستند از محظورات احرام که انجام دادن این موارد در حالت احرام از نظر شرعی ممنوع هست و هر کسی که این اعمال را انجام بدهد یک نوع مجازاتی و فدیه‌ای برایش در شریعت اسلامی در واقع در نظر گرفته شده. تا برنامه بعد شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا